Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam. السلام علیکم دوستان عزیز بیننده ها. امروز ما در طربخانه آچیل بابا در روز جشن زادروزی ساجد خدا مهمان هستیم. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام الهام اکا، ارشاد اکا، انتظار آیتی، از نام کلید پاشاها، ارشاد آیتی و برنا آیتی تبریک میگوییم و امروز جشن 4 سالگی ایمان بانو نیز شده ایستاده است. همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنا رفتیم. سلام نوری دیده، سلام بر مردم فرهنگ دیده، سلامی ماست پیک عاشقانه، درود است و سرود است و ترانه. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدر مادران مهربان، مهمانان طربخانه زیبای آچیل بابا، مهمانان خانواده ساجد خاله. یکایک شما را با امروزه جشن زادروز مولود خجسته مادر عزیز خاندان ساجد خاله خیر وقته میگوییم. اگر چقدر خرسک باشد برای همین زن خاکسار دههمان زن می ارزد و نزدمان تکلیف میکنیم ساجد خاله را با خرسک های شما عزیزان. مرحبا ساجد خاله و یا ما با نزدیکتر میگوییم. مرحبا صدقه انتظار آیتی، ارشاد آیتی، برنا آیتی، مرحبا نزدیکتر میستیم. شوق نفس کشیدنم به روی تو قسم تویی، دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. ساجد خاله زادروز مبارک. روز تولد را، مولود خجسته را امروزه این بزم زیبا را برایتان مبارکباد میگوییم. امروز شما را از نام همین گوهرکان چشمتان، از نام 3 دختر و 3 پسرتان، از نام الهام اکا، ارشاد اکا، انتظار آیتی، ارشاد آیتی، برنا آیتی، عزیز اکا صدقاً تبریک میگوییم. و از هر اول میخواستیم با این روز خرسندیتان شما را شادباش گوییم و چقدر خوشبختترین زن هستید. خداوند کریم با شما نظر کردگی انسان هستید که در روز زادروز شما از طرف خداوند یک فرشته تولد شده است که الکی 4 ساله شده است. ایمان بانو. امروز جشن زادروز ایمان بانوی هم شده ایستاده است. و البته میخواستیم سر اول شما را تبریک گوییم. حاضر تا درآمد همراهی کلید پاشا، همراهی خواهرم صحبت کردیم. حسین جان رسانید که بی جان من، مادر من چنین انسان هستند که برای خودشان کم وقت جدا کردند. خدا رحمت کند پدرمان را. بعد از گذشتن پدر برای ما چنین مشکل شد و همین مشکلی ها رو برای ما نشان ندادند. پستی و بلندی ها با سر همین زن بودنشان ما فرزندان را از هیچ کس کلام نکرده با وای رساندند. هزار رحمت بودگیشان با شکر ما افتخار میکنیم از بودن چنین مادر. چون گفتم از بسیار آن آیله ها ما ندیده بسیارتر، زیباتر و از همه بالاتر کرده کلام کردن. از نام پسران عزیز، از نام دختران شما را تبریک میگویم. رحمت برای هستیشان. من امروز 60 ساله شدن، خدا کند 120 ساله شوند و هیچ وقت درد سرشان را نبینیم. چی پستی های زندگی باشد پسی سر کرده باشند و تا آخری عمر خداوند کریم عمری با برکت عطا کرده باشد و در سر ما سایبان شده گردند. دوست می‌داریم. باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم، مهر بیمانند او را سالها پرورده‌ام، می نهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. ساجد خاله مادران عزیز میگویند پیغمبر خدا هم فرموده است که جنت بهشت در زیر قدم مادران است. و باز در جای میگویند
در پیغمبران یگان زن نیست، همه پیغمبران مرد بودند. لیکن هر آن پیغمبر و هر آن پادشاه زمان، سلطان زمان را ما در روز و روزگار در زندگی با چشمان بینا میبینیم فرشته را که خداوند آفریده است. یکی از آن فرشته ها همین سجده خدا هستند. از این روی پر از نورتان هیچ وقت نور کنده نکند. همیشه مانند امروز خوشبختترین زن باشد. زادروزتان مبارک باشد. خاک پایش سرمه چشم سر است، در رضایش جنت پیش در است. بحر حرمت لایق ما کیست؟ کیست؟ مادر است و مادر است و مادر است. شیر پاکش لذت از کوثر است، از همه شیرینی ها شیرین تر است. چقدر که شاعر فرموده است شیر پاکش لذت از کوثر است. کوثر این یک چشمه که در بهشت از آب می نوشند، از همون شیرین تر است شیر پاک مادر. بعد حق چون رازقی ما کیست؟ کیست؟ مادر است و مادر است و مادر است. و ناطقی ما کیست؟ کیست؟ مادر است و مادر است و مادر است. از همه پرسیم، از پیر و جوان در دنیا از همه زن زیبا کیست؟ گویم مادر میگویند با لفظ شیرین، یا آچه میگویند یا مادر میگویند یا بیی میگویند. همون شخصیت ها برای ما فرزندان زیباترین شخصیت هستند. بار دیگر زادروزتان مبارک باشد. 120 ساله شوید. در روی دنیا خداوند کریم و سیمای زنبانان و مادران نگاه کرده آفریده است گل و گلدسته ها را. امروز باشد از نام تمام فرزندان و افتخار مادر عزیز و سیمای خودشان مانند گلدسته زیبا را تقدیم میکنیم با قرصک ها. مرحبا، سجده خدا قبول کنید. مبارک باشد. مبارک باشد. که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت، همدم تنهاییم. من همیشه کودکم، آغوش تو جای من است. من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواد دلم پیش تو پیدا میشود. این همه خوبی چجوری در دلم جا میشود. مادر همه جا رو زدم، شاهدی دلیل زنده بودنم. مادر همه جا رو زدم، شوق نفس کشیدنم. به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان، ای خدای مهربان تا نگهدار مادرم. من ببینم درد و غم لیکن نبیند مادرم. هرچی میخوایی بگو، من نمیگویم به تو.
هرچی میخواد دلم پیش تو پیدا میشود این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود سجده خالا هر فرزند نیت میکند که والدین را به زیارت مکة و زیارت خانه خدا روانه کنند. امروز باشد فرزندان با یک نیت‌های نیک در روی دنیا از همه کتاب خدمت بهاترین که کتاب قرآن کریم است پیشکش شما میکنند. مرحبا. شوق نفس کشیدنم به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم مادر همه جا رو تنم شوق نفس کشیدنم به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم دلیل زنده و البته برای مانبانا در اینجا خرسک زیبا است برای مانبانا تقدیم میکنند. مرحمت. و یک جای همراهی مانبانا ساجده خاله فرزندان اکنون تکلیف میکنیم الهامکه ارشادکه عزیزکه نزدیکتر میستیم یک شیرینی مادر را یک جای بریم بگذار 120 ساله شود. امروزه زادروز را مبارکباد میگوییم. مرحمت تارتا را نزدیکتر میبیاریم. زادروز مبارک باشد. از این طرف از افیکسیانت رو التماس میکردیم کارت علاجش باشد. کارت دارا را میکشویم و یک جای شیرینی را میبریم همراهی مادر عزیز فرزندان. الهامکه ارشادکه دست دراز کنید. یک جای دراز کنید دست. مبارک باشد. عزیزکه نزدیکتر استید. но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. تشکر. سلامت باشد. سایزه خاله علاقه تا یک چشم زدیم که نبیره ها قریب داماد شده نه. خدا خواهد از دست نبیره کیرین ها چای نوشیدن نصیب کند. روزی خورسندی مبارک باشد. میخواستیم فرزندان برای سر شرمگین میشوند. از فرزندان از کلینی کلانی سر کنیم وقت تبریکات رو همه تبریک میکنند. مرحمت. بیمو تبریک میکنم که سربت روی سرش مام با همه وقت صاف سلامت کرده همه وقت هم خیلی یاش شده خورسان شده کرده برنامه تی مرحمت. تبریک میکنم سربت روی همه وقت صاف سلامت کرده سر مام صاف شده. السلام علیکم مهمونای عزیز خوش آمده هم یکات اینجا تبریک میکنم سلامت روی همه وقت سلامت کرده هیچ وقت کسل نشوه همه وقت خوش خورسند باشه این سال همیقاتی حج آمدگیتون هم یکمون هم خیلی بشواز گریم شما بیم رحمتی کلام سنجام تبریکای خوش رو با خوش آمده هم یکاتون نوری دیده تاجی سر خب حاجیان مرحمت. Mano
هم بکشد جامعه عمل پوشاند آمین رب العالمین و یا خیر الناصرین برحمتک یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة قنا عذاب النار ارحم الراحمین آمین. هزار رحمت تشکر میگیم. از صحنه نرفتم این لحظه ها رو با تاریخ مهر سازه. تبریک. سلام علیکم مهمانان عزیز، خوش اومدید این بچه کردی مرکز من شد و خورم کردم. سلام علیکم مهمانان گرامی، اجازت فرمایید من از این فرصت استفاده بردم خدایم را با جشن زادروزشان و یوبیلیشان تبریک و تهنیت ها گفتم و ساجدایدی و شما عمری دراز، رزق فراز و کارهای و زندگانی هایتان خوشبختی ها را تمنا دارم. در دل چی آرزوی داره و آرزویتان رسید. در سر نوره بچه ها صاف و سلامت گشتن، خداداری انداداری تا آخر مهربان باشید. رحمت سلامت باشند. اکنون این لحظه ها رو با تاریخ مهر میسازیم. یک دو اپراتور در خدمت هستند. عکس میبردارند ما باشند نوبت را با استاد عزیز میدهیم. استاد شما میدف. هزار رحمت. یک عزیزان ساجده خاله را با امروزی جشن 60 سالگی یوبیلیشان تبریک کردیم. از نام فرزندان و جگربندان لحظه های بهترین را همراه شما به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان و خود را احتیاط کنید.